وعده کودکستان مربوط مبس بادام باغ نه و بسیار درستی میتونن درس خود پیش برن و اینا چون مشکل دارن از لحاظ روانی و از لحاظ فیزیکی. خانه تربیت کردن طفل خو اینجا مشکل است یا که اینجا امرای مادرش باشه اینجا بسیار مشکل است که کس داشته باشه کس پایواز یک چیزی که خانه روانش کنه اون از زندان که در خانه بهتر است اینجا در زندان تربیت ما که در حساب قتل آمدیم قتل از پدر خوارخوندیم است. ما براتون دین روز هم گفتم که ما خانه از اونو که رفتم و خانه از او دوست داخل شد. دوست داخل شد دوازانی بهشا مردکه را کشت در قتل از مردکه مرا آوردش. وکیل ما گفته من قید قبول ندارم 16 ساله چی که دعواگر نداره ثبوت نداره من قید قبول نمیکنم که پس دوسیه من مسرت کنه اگه دیدم که قید من کم شد یا خلاص شدم خانه خوب که اگر نشدم که از سند نوزاد گرفته ایلا در سند 10 ساله هم فعلا همینجا داریم ما اطفال. همی طفلا را انتقال کنه یا پرورشگاه یا در یک جایی که مناسب باشه در زندان باید. به خاطر دیده نمیتونم مادر هستم به خاطر مو هر چی شد یک مریض شم میگه در زندان البته می اولاد ما هر چیزی دادی تو یا چیزی کردی تو به خاطر از امی در زندان نگاه نمیکنم. دو ماشت که اینجا آمدیم ما خودم میگم شوهرم در خانه زده بود کار کرده بودم خانه نانیم رفتم پس آمدم در نوروز. Adultery is a crime. Now what's unusual here is that the crime is punished quite severely.
Article 427 of the Penal Code says a person who commits adultery shall be sentenced to long imprisonment. Long imprisonment is 5 years to 15 years. در دوسیه ما گفت اگر پیسه نمیته که شاور ما جنگ کرد دیگه کرد که تو پیسه مار نمیتی ما منیر در دوسیه نشته میکن. دو روز بعد شد ما جنگ کرد، مرا از اونجا کشید که ما ترا کار ندارم. باز ما از اونجا برآمدم، مجبور شدم رفت. Adultery is considered not just when married people have sex, but when unmarried people have sex. That's their definition of adultery. And that would be, I think, what you were considering when you talk about a moral crime. What happens, unfortunately, is that there are certain crimes which are part of the Sharia, which for the West you might call it like the common law. It's out there, it is part of the principles, but it's not written down yet. And that Sharia law, unfortunately, and I say this from my cultural perspective, is enforced here.